چقدر میل و رغبت به سنت رسول الله داره، اما دشمن اولی سنت رسول الله امی مردم است. اگر در مسجدش آمین به جهر گفتی، باز میبینی که چقدر لط میخوری. الله برات امر کرده بود، رسول الله برات امر کرده بود، بگو. و مسلمان باز میگی که من نمیشناسم فرق حق و باطله، تو حالی هم نمیشناسی. اگر با کتاب الله و سنت رسول الله رابطه داری میشناسی. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بیا کز وحدتی امت نظامی تازه سازم، درفشی ساز دینی حق بشر و ده برافرازم، بشر و ده برافرازم توی مردی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. برادران مؤمن، عزیزان گرامی، به سلسله سخنان جمعه های گذشته که فرقه های جدیدی که پیدا میشند نامهای خیلی زیبای بالای خود میگذارند، به مردم طور جلوه میدن که یقینا پابند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امی مردم است و خیلی مردم در دام خود گیر آوردن. چرا؟ حلیه های ظاهری از یا خیلی با دین اسلام موافق معلوم میشه، اما در باطن راههایی را ایجاد کرده که او راهها سراسر از تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیگانه است. اما مردم بیچاره ما درک نمیتونن که مردم ما را چه قسم اغوا میکنه و اصل هدف این مردم چی میباشه. به مو خاطر در جمعه های گذشتم در بعض موارد سخن گفتیم که برای ما و شما کتاب الله و سنت رسول الله کافی است و معیار هم برای شناخت فرقه های حق و باطل امی دو چیز است که عقاید و اعمال هر فرقه را با این ترازو طول کنیم. اگر موافق کتاب الله و سنت رسول الله بود بپذیریم، ولو از هر کسی باشه و هر نامی داشته باشه، و اگر این عقاید و اعمال مخالف از کتاب الله و سنت رسول الله بود، اگرچه نام خیلی زیبای بالای خود گذاشتن، اگرچه حلیه ظاهریشان خیلی زیبا معلوم میشه، اما ایطوری عقاید و اعمال دور انداخته میشه، ورای قرآن و حدیث و سنت رسول الله تعقیب میشه. در جمعه گذشتم بعضی احادیثی که ما را امر کرده بود به اعتصام کتاب و سنت رسول الله
براتان تقدیم کرده بودم. محدثین کرام همیشه در کتابای حدیث خود یک باب به نام باب الاعتصام بالکتاب و سنه، احادیثی که در مورد چنگ زدن به قرآن و به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد شده و آن وعیداتی که در ترک و مخالفت از او وارد شده، محدثین کرام جمع میکنه. دین ما بسیار واضح است. رای سنت رسول الله آنقدر واضح است که هیچ شک و شبهه در او نیست. ای که ما خود در تاریکی زدیم، ای که ما خود از کتاب الله و سنت رسول الله دور نگاه کردیم، این خط علایده است که برای ما و شما اشتباه پیدا میشه و عالی مردم میگه که ما در دورایی قرار داریم. از همون خاطر به خاطری که موضوع خوب واضح شود، چند حدیث دیگری را هم که مهمترین موضوعات این حدیث برای ما پیش میکنه و ما را بصیرت و روشنایی نصیب میکنه که چه قسم بتانیم فرقه حق و باطل با هم تفکیک بکنیم و راه را امرای کدام مردم ما هم بگیریم، امرای و از وا هم نوا شویم و از کدام فرقه دوری بجویم. از او خاطر چند حدیث دیگری را هم در این جمعه اختصاص دادیم که به امرایتان صحبت شود. در یک حدیث که از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میشه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمود: ما من نبی بعثه الله فی امته قبلی، نیست یک پیغمبر که در امت خود الله تبارک و تعالی او را فرستاده باشه من حیث پیغمبر پیش از ما، الا کان له حواریون، مگر برای هر پیغمبر در هر زمان در امتش او طور کسایی است که وا خیلی مخلص است. حواریون او مردمی را میگه که بسیار صداقت و اخلاص داره، کسانی که با عیسی علیه السلام هم نوا بودند، کمک میکردند، در دعوتش همکاری میکرد و رم به نام حواریون یاد میشد. اکثر مردما کاری خشکشویی یا لباسشویی را داشتند، چرا که وا کالا را سفید میکرد، از او خاطر او را حواری میگه. لیکن در لغت عربی هر دوست مخلصی که واقعا از صفای قلب، از صمیمیت با امرای تو هم نوا است، همکار است، او را به نام حواری یاد میکنه. و هر پیغمبر همچو مردمی داره در امت خود که او حواری و مخلصین پیغمبر باشه. البته مراد از این پیغمبران امو انبیاء علیهم السلام است که وا دارنده امت است، یا است که او انبیایی که به امت مستقل روان شده دعوت پیغمبر سابقه را پیش نمیبره، چرا که در حدیث ثابت است که در روز قیامت پیغمبری میآید که امرایش حتی امتی نمی باشه. مراد از او پیغمبرانی است که شریعت پیغمبر سابق دعوت داده و کسی برش پیدا نشده که همراهی بکنه. لیکن او پیغمبری که به یک امت مستقل روان شده، الله تبارک و تعالی در امتها برایش همراهان دوستانی را پیدا کرده. پیغمبر علیه السلام موضوع را بیان میکنه، از حالات سابقه انبیاء علیهم السلام برای ما بیان میکنه و ما را ترغیب میده، تشویق میکنه که خود در کدام مرحله شامل بسازیم. دوستای مخلص انبیاء علیهم السلام، دوست مخلص کی را میگه؟ حواری کی را میگه؟ حواری همو کسی را میگه که در غم و درد تو، در حالت مشکل و تکلیف تو امرای تو با هم استاد باشه، از حالت تو آگاه است، با تو هم نوا است، رنج تو رنج ازوست، خوشحالی تو خوشحالی ازوست. این را به نام حواری یاد میکنه. هر پیغمبر همچو دوستای مخلص داشته. در امت پیغمبر علیه السلام در بین صحابه هم با وصفی که صحابه امی وصف دارا بودند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یقینا در تمام حالات هم نوا بودند و هر کدامشان امی آواز میداد. حتی با پیغمبر علیه السلام میگفت که اگر ما را بگویید ای بحر داخل شو، ما منع کردنی و باور زیدنی نیستیم، در بحر داخل میشیم. واقعا این طور امت الله نصیب پیغمبر کرده بود. این جدا مسئله است که فرقه های گمراه پیدا میشه در این زمان و صحابه کرام مرتد اعلان میکنه، صحابه کرام نعوذ بالله منافقین اعلان میکنه. با این طور مردم خیشی کردن، با این طور مردم دوستی کردن، با این طور مردم عزت دادن. شان مسلمان نیست کسی که از حقیقت مستوی و مرتبه صحابه کرام رضی الله عنهم آگاه باشه. ولی با تأسف امروز در این جامعه ما، در این معاشره ما افراد پیدا میشه که برای حصول موضع سیاست خود، موقف تنظیم خود محافظه کاری میکنه، با همچو فرقه ها بغل دوستی را باز نموده
قطعی از خیشی و رابطه قایم میکنه، ولی با تأسف اینطور آدم از شان صحابه کرام آگاهی نداره که صحابه کدام مردم بود و کدام همراهان پیغمبر بود. پیغمبر میگه هر پیغمبر حواریون داره و اصحاب یأخذون بسنته. اینطور مردما می باشه در امتهای پیغمبران علیهم السلام، اطور صحابه و همراها که وا میگیرن طریقه پیغمبری خدا، براه و روش پیغمبری خود روان بباشه و یقتدون بامره، اقتدا میکنه به امر پیغمبری خود، یعنی حدیث فعلی و قولی پیغمبری خود در زمین نمیگذاره. کدام راهی را که پیغمبر رفته این مردما در او را روان شده و کدام گپی را که پیغمبرش برش گفته او را قطعا اقتدا کرده در زمین نگذاشته. معلوم شد که هر پیغمبر، او پیغمبری که به امت و جماعت روان شده با شریعت جدید، جماعتی بوده که و حواریون بوده و اصحاب بوده که می گرفتن طریقه پیغمبری خود اقتدا به امر از او می کرد. پیغمبر علیه الصلاة و السلام این موضوع را بیان میکنه: ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، یقینا پیدا میشه، پشت سر میگذاره پس از این اعظمی طور مردما که و حواریون و اصحابی بود که واقعا به منهج پیغمبری خود حرکت میکرد، مردمان پیدا میشه خلوف، جانشینان بد، مردمانی که عملش با عمل پیغمبر موافق نیست، امر پیغمبر اقتدا نمیکنه، اینطور مردمان پیدا میشه. حدیث پیغمبر بر ما واضح میسازه در امت پیغمبران دو قسم مردم است. یکی مردمی است که واقعا یک بلستم از طریقه پیغمبری خود او طرف نمیره، سخت وفادار می باشه، سخت اخلاص داره، طریقه پیغمبر بر از همه امر کده مقدم است. واقعا صحابه همونطور مردم بودن، در مقابل محبت پدر و مادر، در مقابل محبت قوم، در مقابل محبت کلان خود، در مقابل محبت نژاد و اولاد خود صحابه استاد شدن، امر پیغمبر مقدم میدانستن. واقعا که شایان امو مرتبه است که الله تبارک و تعالی اعلان میکنه رضی الله عنهم و رضوا عنه. یقینا او مردما به این مستوی قرار داشتن و واقعا مرتبه و منزلت سنت رسول خود خوب میدانستن و محبت سنت پیغمبر در قلب جا داده بودن. امی قسم که الله تبارک و تعالی را در تحکیم در عبادت یکتا میدانستند، امی قسم در روش از پیغمبر علیه السلام سرپیچی نمیکردند، او را یکتا میدانستند، رهبری واقعی و یگانه خود تلقی میکردند، در راه از او میرفتند. ولی افسوس در هر امت مردمی هم پیدا میشن که وا جانشینان بد است. الله تبارک و تعالی ما و شما را نگاه کنه که جانشین بد نشویم، طریقه پیغمبری خود نادیده بگیریم، پشت اقوال هر کسی را برویم، نعوذ بالله رأی خود از سنت پیغمبر مقدم بدانیم. این بسیار سخت است که پیغمبر بیان میکنه، با صحابه گپا این موضوع را تشریح میکنه. پیغمبر بعد از میگه یقولون ما لا یفعلون، این مردمانی که جانشینی بد است پس از این اصحاب و این حواریون آمده، این مردمایی هستند که میگویند یقولون ما لا یفعلون، میگویند خود چیزی را نمیکنه. ما در جامعه و معاشره خود همچون مردم دیدیم که بشینی قطش داد از محبت پیغمبر میزنه که وقتی بگه محمد یک دفعه در لرزه خود کنجوتو میده، تو میگی الله اکبر، چی محب پیغمبر است، چقدر میل و رغبت به سنت رسول الله داره. اما دشمن اولی سنت رسول الله امی مردم است. اگر در مسجدش آمین به جهر گفتی باز میبینی که چقدر لط میخوری. اگر تو رفع الیدین در مسجدش کردی باز تو میبینی که چقدر لط میخوری و توهین و تحقیر میشی. ایون امو مردم است که پیغمبر خبر میده مردمان پیدا میشه که وا جانشینان بد است، خلوف است، خلف نیست که جانشین نیک باشه از سلف خود، یا خلوف است مردمانی که جانشین بد است. یقولون ما لا یفعلون، میگویند آن چیزی را که انجام نمیده. امروز امی مردم بشناسی، در اسنای امی تشریح حدیثا علامات امی مردم براتان واضح میشه که بله داد از این میزنه که ما یک بل سنت رسول الله را نمیگذاریم، اما سنت رسول الله در کل زندگیش دیده نمیشه.
از کار و اورادی که به مردم وظیفه میده کلش خود ساخته خودشان است که همه مملو به کلمات شرک است. از حدیث پیغمبر، از ذکر پیغمبر، از دعای پیغمبر یک دعا دو دیده نمیشه. اینا خوب بشناسی. باز مردم میگه که ما نمیشناسیم. یقولون ما لا یفعلون، میگوید آن چیزی را که نمیکنه. رجال سیاست ما، بعضی مردمای سیاسی ما وقتی که در مجامع مسلمان ها میشینه تو میگی یگانه غمخوری سنت رسول الله و دین پیغمبر امیسته، اما او طرف که میره به خاطر مصلحت تنظیم و موقف تنظیم خود شما ببینید که دوستی با کدام کفار میکنه، با کدام کفار یا رابطه داره، با سنت رسول الله در یادشان هم نیسته، بلکه برای خوش کردن نعوذ بالله با دارای خود سنت های رسول الله را تاویل میکنه، احکام قرآن را تاویل میکنه. اینطور مردم را باید بشناسیم. پیغمبر به ما خبر داده یقولون ما لا یفعلون، میگویند آن چیزی را که نمیکنن. الحمدلله از الله خود راضی استیم که زمان حدیث پیغمبر به ما میرسه. یکی خویسته که به ما نرسیده باشه و عمل نکرده باشیم جدا مسئله است. خو حدیث پیغمبر که بر ما برسه اگر در قربانی خونی ما تمام میشه انشاءالله سنت رسول الله را عملی میکنیم و از او دفاع میکنیم و او سنت رسول الله کمک میکنیم و او را زنده میکنیم. الحمدلله امروز با چشم سر میبینیم امو مردمی که تا دین روز رفع الیدین نفرت میکرد آلی در مساجدش گفته میشه لا اقلی قدر تسلیم کردن که یم طریق پیغمبر است. علمای ما یک تعداد بر ما امیر میگه که شما خیلی زیاد تشدید میکنی، شما فروعات میگیری. جناب عالم تا که چقدر سنت رسول الله را در مسجد خود، در معاشره خود، در مقتدیای خود عملی کرده؟ تا که عمل به بدعت بکو و بگو که ما اصول بیان میکنیم. به الله قسم اصولم بیان نمیتونه. اصول کسی بیان میکنه که در منهج پیغمبر قدم خود بگذاره و از کسی حراسی نداشته باشه. سنت رسول الله از همه چیز برش محبوب باشه. اونو آدم میتونه. الله تبارک و تعالی نصیب ما بکنه. پیغمبر علیه السلام بعد از او میگه و یفعلون ما لا یؤمرون، انجام میده آن چیزی را که مامور به او نیستند. الله امر نکرده، پیغمبر امر نکرده، لیکن این مردم امو کارا را انجام میده. خود چیزی را که الله و پیغمبر امر کرده او را انجام نمیده. تهجد خیستن، آذان گفتن برای تهجد موجود است در سنت رسول الله. خو این مردم گاهی هم نمیکنه. عید در دشتا خوانده میشه با سیاسرها، خو این مردم او را عمل نمیکنه. خو لیکن میلاد و گنبز جور کردن و روز تعیین کردن به زیارت رفتن و بیرقا بالا کردن و طواف کردن در قبرها را ای را انجام میده. عرصها را به نام شیخا و مشایخ و علمای خود بدا میکنه، چیزی که الله و رسولش امر نکرده. چطور نمیشناسیم فرقه حق و باطله؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صحابه بیان میکنه و یفعلون ما لا یؤمرون، انجام میده او کارهایی را که مامور نیستن به انجام او کارها. در کدام جای پیغمبر حدیث بر ما گفته که ای مردم در لاسپیکر یکیتان بخیزی یک چند دانه اشعار در مدح پیریتان بگوی، پیریتان به الله برابر بکنه، کامل و مکمل برش بگوی، قیوم زمان برش بگوی، عالم الغیب برش بگوی. در کدام حدیث و آیت بر ما و شما امی امر شده؟ بگوی. و دیگرایتان کلایتان قطع شور بده، رقص شروع بکنه، ساز در شینگ مسجد موجود باشه. در کدام قرآن و حدیث وجود داره؟ بگوی مردم چیزی را که الله و رسول امر نکرده یا انجام میده. چیزی را که الله و رسول امر نکرده او انجام میده. در کدام حدیث ختم خواجگان ثابت است؟ چرا ما از دین خداگاهی نداریم؟ ما او شاگردی را که حدیث در مشکات بخونه، در باب الاعتصام بالکتاب و سنت بخونه، باز او کسی باشه که شاگرد گمراه بکنه که گمراه میتونه یا نه؟ خب ما مسلمان ها پشت دور دادیم به حدیث پیغمبر، مشکات نمیشناسیم، حدیث پیغمبر به عمر نمیشنویم دیگه. بله گرگای ظالم از هر طرف پیدا شده ما را شکار میکنه. ما خود چیزی را یاد نداریم. حدیث پیغمبر پیش ما قدر و منزلت نداره که رجوع بکنیم. پیغمبر چی میگه؟ و یفعلون ما لا یؤمرون، انجام میده چیزی را که مامور نیستن به انجام دادن از او. کارایی را میکنه بکشه، در کتب مذهبشان بکشه،
اگر این فاتحه گیری که در کل افغانستان میشه، جنابای دکترا و علمای ورزیده در او شریک میشه، بگو جناب مذهبی در کتاب دیره قباحه نگفته، این حرام نگفته، چرا انجام میدی؟ پیغمبر امیر گفته، پیغمبر تعزیت گفته، او تو رسم هندوها را میکنی، تو رسم اروپایی ها را میکنی. و جناب عالم، بیا حدیث پیغمبر سریکی صادق است. پیغمبر برای کی میده؟ انجام میده آن چیزی را که مامور نشدن. قاری را میاره، خوانده را ایست بیکر، مردم رفت آمد است. اینجا میگه پشت سر امام حتی در نماز خفیم الحمد را نگوی، سوره فاتحه را نگوی، چرا که آیت قرآن است. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. چپ برش بشینه، گوش برش بگیری، چپ بشینه. برای تو جایز نمیدانه سوره فاتحه را که پیغمبر برات گفته که بخوان سوره فاتحه را، لیکن اونجا مردم گوش به قرآن نمیوانه، لاسپیکر صدایش تا چند کیلومتر میره، آیتای قرآن خوانده میشه. همین عالم خود شما سوال کنی، او مردم این کدام کتاب است؟ ای که تو اونجا فرش نفر استاد کرده دست به سینه او بری تو کلر شور داده رو ایسته، این رسمی کی است؟ تو یک دفعه تحقیق بکن دنیا را که در جهان در هنگام سوگواری و مرگ امی عمل کدام طایفه انجام میده. پیغمبر از او خاطر میگه و یفعلون ما لا یؤمرون، چیزی که امر نشده مامور نشده او را انجام میده. خب گوشتان بگیره. و یفعلون ما لا یؤمرون. نماز بخوان، الله گفته بخوان. اگر از پیشت خو میری یا از یادت میره، وقتی که در یادت آمده از خواب بیدار شدی بعد تو نماز بخوانی. در یک حدیث ثابت نیست که به قصد تو نماز قط ترک کردی بعد از او قضای شبیه. پیغمبری گپ امر نکرده، لیکن ما میخیزیم در ضد الله تبارک و تعالی، در مقابل فرمان الله تبارک و تعالی میخیزیم، اسقاط میکنیم از مرده چیزی واجبات، چیزی زمواری که از طرف الله از احکامش در زمش است، او را کلش ما خودی ما ساقط میکنیم. این مقابله با کیست؟ این مقابله با کیست؟ الله میگه نماز بخوان، دیگر را نداری. پیغمبر وفات کرد، خود فدیه را مقرر نکرد برای نماز. تو جناب از کجا پیدا میکنی فدیه را؟ تو جناب از کجایی حکم الله را از زمین آدم ساقط میکنی؟ ببینی این گپی عادی نیست، این معارضه با دین الله تبارک و تعالی است. باز اورم به حیله، باز اورم تفلکی خوردکی بازی میدی. یک لک روپه قرض ده 100 روپه ده 1000 روپه 100 مرتبه بدی و پس بگی و بدی و پس بگی، بعد از یک لک معاف شود. در کل زندگیتون کسی همیطور کرده که قرض خود به می رقم مجرا کرده باشه؟ تو با الله فریب کاری میکنی. یخادعون الله والذین آمنوا. یقینا ای آیتهای قرآن سری کی صادق میشه. تو معامله فریب با الله میکنی. الله برات امر کرده بود، رسول الله برات امر کرده بود. بگو و مسلمان باز میگی که من نمیشناسم فرق حق و باطله. تو عالی هم نمیشناسی. اگه با کتاب الله و سنت رسول الله رابطه داری میشناسی، اگه محبت با کتاب الله و سنت رسول الله داری میشناسی. پیغمبر برات گفته چیزی را که مامور نیستن او را انجام میده. 3 و 4 و 40 و جمعه و سال پورگی در کدام کتاب است؟ کدام حدیث پیغمبر در موردش آمده که انجام بده؟ از کجا میکنی؟ این از روی دیگشه و بیبی. واقعا علمایی که حقیقت دین بیان میکنه، امروز دشمن توانست اطر علما را حتی شبهه های به مردم پیدا بکنه که کتابش کس مطالعه نکنه، به سخنایش گوش نگیره، به خاطری که حقیقت دین آشنا میشند. باز دین نمیشناسن، باز دجال ما نمیآیه. این حیله های باطل ما باز کارگر نمیشه. یک مسلمانی عاقل خو یک کمی تفکر بکنه. پیغمبر علیه السلام بیان کرده. بعد از او پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ خب گوشتان بگیری چی مسئولیت داریم؟ محض نمازی تا در مسجد بخوان برو بدر؟ هیچ مسئولیتی دیگری نداری مسلمان؟ نه مسلمان، تو هر کسی که در این محله آمد، در این منطقه آمد، امری غلط انجام میده، تو باید مقابلش بخیزی. موسی به دین خود، عیسی به دین خود نگوی. این مخالف دین رسول الله صلی الله علیه وسلم است.
چطور یک کسی که با کفر و بیدینی به دعوت میده که نبوت ختم نشده من نبیستم، یک کسی دعوت میده که قرآن و حدیث برش ضرورت نیست، از این معدن بگیره، از این معدن، اینطور مردم پیدا میشه خو یک نفر در مقابلش نمیخیزه. الحمدلله مقابلش امی مردم است، امی اهل توحید است، امی کسانی که قرآن و حدیث میشناسه، امی ها مقابلش میخیزه. اگر در رادیو است، اگر در تلویزیون است، اگر در اونجا است، دیگه کس نمیخیزه. خب پیغمبر چی میگه مسئولیته؟ جناب عالم متوجه شو، فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن. کسی که جهاد میکنه با اینطور مردم کدام بود؟ یقولون ما لا یفعلون، در زبان میگفتن خو عمل نبود و انجام میدادن آن چیزی را که مامور نبودن به انجام ازو. اینطور مردم ها را که گیر کده جهاد به دست باید شوه. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن، کسی که جهاد کرد امرای اینطور آدم به دست خود این مؤمن است. و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، کسی که جهاد با زبانم قطعی از یا میکنه یا مؤمن است. و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، کسی که با دل خود قطعی از یا جهاد میکنه یا مؤمن است. خب بعد از او پیغمبر میگه ولیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل، بعد از ایمان موجود نیست که در دلم بد ندانستی، جهاد قطعی دست و زبانم نکردی، به اندازه یک دانه اسپند هم دیگه ایمان وجود نداره. باز خود در جمله مؤمنان شمار نکو، باز نگو که من مؤمن هستم. به نماز نمیشه که تو در مسجد نماز میخوانی، تو چرا به او قی میدی؟ اگر ما تو مسلمان هوشیار و زیرک باشیم، چطور نصارا بیا به نصرانیت دعوت بده، چطور یهودی بیا به یهودیت دعوت بده، چطور مبتدع بیا به بدعت دعوت بده، چطور مشرک بیا به شرک دعوت بده، چطور فاسق بیا به فسق دعوت بده، چطور دموکرات بیا به دموکراسی لادینیت دعوت بده. خود تو مومن بگو علی خودت طول که در ترازو، که در ترازوی پیغمبر تو جرمیه ده ایمان یا نه؟ پیغمبر که کدام ترازوی را گذاشته؟ ما خودمو بر راه میدانیم؟ نه، عمل طریقی خود ما کم گرفتیم. وطنیت است، دینیت است، دین پیغمبریت است، طریقیت است. نگذار که مردم دی خلل وارد بکنه، نقصان وارد بکنه. آرام بشینه، چادر در سر پرته، کس به ما کاری نداره، کس بر ما کاری نداره. این دین الله امیطور در زیر پرده باقی میمانه. اگر بیان نشوه، اگر مردم آگاه نشوه، این مردم از کجا حق میشناسه؟ از کجا آشنا میشه با دین الله تبارک و تعالی؟ در زیر پرده، در زیر پرده. امی توحید الله تبارک و تعالی 5-6 سال شده که ترجمه قرآن در کابل شروع شد. الحمدلله. راستی تا نبگه در کابل توحید الله را کس میشناخت؟ کل مردم روز نوروز با مستوی تجلیل میکرد که عید قربان قدر تجلیل نمیشد. راستی تان بگوی. جناب علمای ما میگه شما سختی میکنی. و جناب علما، امی شما علما 100 سال پیشان بوده، 50 سال پیشان بوده، 10 سال پیشان بوده، ولی چی بود؟ در وطنت چی بود؟ تو رب الله قسم کلمه توحید و شرک در سر منبر گفته میتونستی؟ راستی تا بگو. لا اقل امی قدر خو قدردانی بکو که الحمدلله عالی هر قسم موضوع را بیان کرده میتونی. لیکن تو وقتی که یک آدم مخلص با پیشت میای، از پیشت سوال میکنه، تاپا بزن سریو، بسیار مشدد است، تیز است، کلگی را مشرک میگه. و مردم ما کلگی را مشرک گفتیم. همیشه بیان ما ایست که هر کس در چوکاتی که پیغمبر مقرر کرده، قالبی که پیغمبر مقرر کرده، در او قالب میای. اگر توستی اگر مستم، باز ما انگشت با یک کس نمیگیریم. هر کس که در این قالب آمد او نمو رقم است. خود تو عالم کس آگاه نکردی. یا که نعبدو و یا که نستعین گفتی، خواست را عبادت میکنیم، خواست از تو مدد میجویم. خب گاهی نگفتی که وقتی عبادت یا که نستعین و یا که نعبدو میشه که کفتر شاید و شمشیره را خودت ذبح میتونی بدون از اینکه در قلب دینمی قدر گپ تا و بالا شود. او وقت باز تو موحد هستی. اگر نیکی کفتر را گرفتی و دلت لرزان بود، موحد نیستی. عقیده توحیدت پخته نشده، ایمانت پخته نشده. چرا؟ از اونجا هراس داری، از اونجا خوف داری که اگر کفتر را بخورم یک چیزی برام میرسه. دینی را میگه تو قرآن بخوان،
عقیده توحید چی رقم است او چی رقم میشه؟ جناب عالم مردم و مقتدیای تا چند سال می رقم درس داده برش. از دنیا که رحلت میکنه تو را به الله قسم در وقتی جان کندن دست میپرته یا سخی صاحب یا پیران پیر صاحب نمیگه. تو جناب عالم قدش استاد هستی امامش هستی خو نکنی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسئولیت ما را پیش میکنه. تو عالم خو از بیان هستی. حدیث دیگری که پیغمبر علیه السلام میفرمه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قبرش منور کنه، واقعا از امو علمایی بود که حقایق یک دم بیرون کرد. امرای شاگردایش یارا در این زمان عالم نیست که بدون کتابای ازوا سری مقصد و مفهوم دین بفهمه. امو مردم او می فرمایا اینجا درجه نیست که پیغمبر علیه السلام درجه را مقرر کرده باشه که اعلی درجه جهاد به دست است، متوسط درجه جهاد به زبان است، ادنا درجه ایمان به قلب، یعنی در قلب مو کار بد بدانی. گفت نه این نیست. او میگه این کلش یک درجه است، هر کدام مطابق طاقت و توانش. اگر کسی طاقت و توانی به دست منع کردن داره و به دست منع نکرد بعد از او دیگه ایمان باقی نماند. اگر کسی به زبان توان داره که امر منکر و بدعت منع بکنه گناه را و این منع نکرد باز ایمان نداره. اگر کسی نه طاقت دست و نه طاقت زبان داره در قلب خودم این کار بد ندانست بلکه هنوز قطش مماشات کرد، هنوز قطش رفت آمد شروع کرد شوله های خورد، باز دیگه ایمان وجود نداره. کلگی به یک مستواست. هر کس مطابق توان خود پیغمبر علیه السلام ایمانش بیان میکنه. راستی تا نبگوی اگر ما از ابتدای امر یک کسی پیدا شود در منطقه و او کاری را خلاف کتاب الله و سنت رسول الله، کاری که بالکل حتی طفل هم میفهمه، شما چی میگه؟ در بین مسلمانای ما از یک طفل سوال بکنه که آخری پیغمبر کیست؟ یارا کسی پیدا میشه که بگویه که غیر از پیغمبر دیگه کس پیغمبر آخری است؟ بگویه. خو یک کسی اگر این بگه که من مهدی استم، چطور امری است که یک نفر ندانه؟ کسی نمیدانه. چرا در یک منطقه سالا این دعوت داده میشه؟ تو رفتی در پایش سجده کردی، امی جناب مرشد خود دیدی که الله اکبر در جماعت مسلمان ها یک جای نشد، یک روز نماز با جماعت نخواند، او میگه که من هر چیزی تو را خبر دارم، فکرت باشه، در خانم تو را میبینم، تو را امی گپا میزنه تو چطور مسلمان هستی؟ تو چطور باز میری دستش بوسه میکنی مسلمان؟ و برادرم نکو پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستی. آیا تو به قرآن ننشستی؟ زمانی که خضر و موسی علیهم السلام اردو با هم تعهد و پیمان میکنه، موسی علیه السلام میگه من سرت انتقاد و اعتراض ندارم، سوال نمیکنم، هر چیزی که انجام میدی پیمانم میگیره. لیکن زمانی که امر صادر میشه که خلاف در ظاهر خلاف چیست؟ شریعت است، موسی علیه السلام آرام میشینه یا انتقاد میکنه؟ به این خاطر قصه را قرآن آورده که زمانی که کلانتان ولو که هر کس باشه خلاف شرع عمل انجام داد، شما حق انتقاد و اعتراض داری. نکرده اعتراض نکرده. پیغمبر علیه السلام گریان میکنه در زمانی که نواسی خود میبینه که در حالت جان کندن است. عمر رضی الله میگه ما هذا یا رسول الله، این چیست؟ اونجا ما را منع میکنی که گریان نکنی، اینجا خودت گریان میکنی. انتقاد نیست؟ بگوی برای عزیزت که او پیغمبر تو ما را منع کردی از گریان، او اینجا خودت گریان میکنی. پیغمبر علیه السلام توجیه میکنه برش، میگه از گریان منع نکردیم، از ریختاندن اشک منع نکردیم، از فریاد و چیغ زدن و واویلا کردن منع کردیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی گپ میزنه. خب گوشیتون آواز کنی. ما امروز در جمعه دیگه بخیر علاماتی از یار باز بیان میکنم. ما امروز نه پیر صاحب است نه ملا صاحب است، برای ما مناسب نیست. والا دیدم شکی اینطور میکرد، ملا صاحب دیدم شراب میخورد، خب من گفتم گم که یک آدم کلان است شاید کدام وجه داشته باشه، از او خاطر برش نگفتم. پیر صاحب دیدم قطیزن بیگانه یک جای دست داده بود، خب ما
ما سری از وا نمیفهمیم که در کدام عالم است. و در این وقتا از این عالم بیرون میشه، یک عالم دیگه برش حاصل میشه. الله اکبر، الله اکبر. ای مومن، ای مومن، تا که در غفلت باشی، تا که تاریکی را سری خود کشکه در آیستی، یک کمی برای در روشنی. برو با کتاب الله آشنا شو، برو با حدیث پیغمبر آشنایی پیدا کو، یک دفعه برش زانو بزن، بشنو قرآن برات چی میگه، حدیث برات چی میگه. نیست میطور. مردم ما تباه برباد نشده. دختر پیر میشه در خانه، خیرت از چرا نمیدی؟ پیر صاحب کمری از زیر بسته کرده. کمر بسته کردن پیر چی میتونه؟ نکاح حرام شد. حل و حرمت خو از جانب الله تبارک و تعالی است. ما چطور فرقه حق و باطل نشناسیم؟ شما بگویید. الله اکبر. عبدالله ابن ام مکتوم، عتبان ابن مالک رضی الله عنهما صحابه هستند که کور هستند. یکیش اجازه طلب میکنه از پیغمبر علیه السلام که من در جماعت آمده نمیتونم، چرا مدینه کثیرت الهوام است، چیزای موذی و حشرات خیلی زیاد است، آمده نمیتونم. اول اجازه میده پیغمبر علیه السلام، باز چند قدم که میره باز صدا میکنه، میگه آذان در گوشید میاد و میگه که بله یا رسول الله، گفت نمیشه باید جماعت. با کور پیغمبر اجازه نمیده باید در جماعت حاضر شوه. او در جماعت پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین که مشخص با پیغمبر معلوم بود در صف بود یا نبود. پیغمبر قطعی از او یک جای نماز میخوان. خب پیر صاحب امروز قطعی شما مسلمانان نماز نمیخوانه، میگه لیاقت نداریم ما، قطعی این مسلمانا کلش دختر فروش است، این مسلمانا کلش سودخور است، کلی تانه بیخی نعوذ بالله از خط او طرف کرده. چطور مرید هستی که تو بازم میری پای از زیر بوسه میکنی؟ این خود تو را میگه که تو مسلمان نیستی، قطعی تو نمازم نمیشه. خب کسی برش پیدا نشد که جناب پیر صاحب خیر است، اون مردمی که از تو وظیفه نگرفته او را نه، امی مردمی که به تو سجده میکنه قطعی از خود نماز بخون به جماعت، قطعی از خود به جماعت نماز بخون، قطعی دیگه خود نمیشه. ولی نماز میخونه، جماعت به عمر نمیبینه، به عمر نمیبینه. عجیب است، عجیب مسلمانای داریم. عزیزان گرامی، برادر مسلمانم، ما به الله قسم دشمنی با کسی نداریم. ما دل ما میسوزه، سری ملت خیلی دین دوست، محبت با دین داره، از عقیده باطل خود دفاع میکنه. ای های کاش که عقیده صحیح قرآن فرا میگرفت، کاش که راه صحیح پیغمبر میدانست، که از این دفاع میکردی که در روز قیامت در زمره کدام مردم خلق میشدی، پیدا میشدی. برای ما حدیث واضح کرد مسئولیت ما در برابر همچو فتنه ها این نمیسته که جهاد بکنیم. اینجا خود پت نکنیم، خود گوشه نکنیم، به ما تعلق نداره. موضوع دین در اینجا پیغمبر علیه السلام گفت که فلان پاچا یا فلان رئیس یا فلان ملا یا فلان قوم، شما بگوید. پیغمبر میگه فمن جاهدهم، هر کسی که قطعی از جهاد کرد، هر کس مسئولیت داره در مقابل دینی. لیکن علمای ما در کابل حتی لب خود شورام ندادن سری موضوعی که پیدا شد در اینجا به نام دعواهای مهدویت و بگوی نعوذ بالله رسالت میکردن، بلکه علیه علمایی که در تلویزیون حاضر شد انتقاد کردن. عالم تو میترسی از الله تبارک و تعالی؟ به این حدیث پیغمبر چی جواب داری جناب عالم؟ بگذار خیر، به این طور مردم هیچ چیز گفته نشوه، پیشتر بشینی خیر ببینه. به این طور مردم هیچ چیزی نگویه، بانکی زهری خود در بین مردم فاش بده. چقدر مردم شما او کلیپا رسای کنه، کلیپی که در یک جای دیگه پر کده قطعی اهل تشیع جرو بحث داره، اونجا صراحتا خود میگن که الله حلول کده در بدن فلانی و فلانی که هر سخن میگه سخنی کیست؟ سخنی الله است. اونجا قرآن میگه لیس کمثل شیء، اما عالم شیعه برش بیچاره دیگه گپارا نمیگه برش که خیر نظر به آیت قرآن خود تو کافر شدی. لیس کمثله شیء، به مثل الله چیزی است؟ او تو خو وقتی که الله در جسی آدم آمد که آدم خو شی است، اون چشما داره، اون جسم داره، اون جسه داره، اون شکل داره. آیت قرآن چی میگه و تو چی میگی؟ باز ضرورت به دیگه گپ نداریم تو کافر هستی. چرا که برای الله هیچ چیزی مماثل شده نمیتونه. تو عینی ثابت کردی جسم برش،
شکل برش ثابت کردی. چرا؟ شما باور به الله بکنه امی قدر علم قطع نیست که لااقل 4 سخن قطعی مردم تو بالا کنیم. علما که قطعش میشینه یک چیزی برش میگه رهبریت کیست؟ از پیش سوال میکنه کلمه تا بخون. طلبی کلمه را از پیش میکنه کلمه تا بخون. سوال بکن نظریه تو چیسته، او را بگذار که بیان کنه مواقف خوده، مدعای خوده. بعد از او کلی گپا را به مردم بگو که ای گپایش شنیده، اونجا قطع از او جر و بحث نکو که تو اینطور گفتی. او را بگذار نظریه تا بیان کو. بعد از او باز بخیز مردم جمع کو، برش بگو که یک گپی کفری، دومش کفری، سومش کفری، چهارمش کفری. یک کسی که در منطقه ایطور پیدا میشه، حکومت چی مسئولیت داره؟ ستر محکمه چی مسئولیت داره؟ پارلمان چی مسئولیت داره؟ ما مردم چی مسئولیت داریم؟ باید بگویم نه؟ فمن جاهدهم، کسی که قطعی طور مردم جهاد میکنه. جهاد کسی کرد آرام زندگی میکنه، نان و چایش بهش میرسه، مردم در گردش استاده است، کسی برش نمیگه. تعجب گپیسته. خب بله شک نیست ما در او حالت قرار داریم. شما باور به الله بکنی که اگر یک سنت رسول الله در کدام مسجد تنها همی قدر در یک مسجد بگو پایایتانه و یا شانایتانه بچسبانی که چند مردم همیطور تیز برات سعی میکنه بعد به نظری بد همیطور همین قدر تو را بد میدانه. خب او مردم احترام میکنه، تعظیم میکنه، دستایشان بوسه میکنه. یک حدیث. دوم حدیث، عرباز ابن ساریه رضی الله عنه میفرمه در یک نماز پیغمبر علیه الصلاة و السلام نماز صبح داد، پس از روی مبارک طرف ما دور داد مستقیما. عادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. بعد از نماز صبح روی طرف مردم دور میداد، کج نمیشیشت مثل که آل امامای ما در مساجد میشینه، روی نداره به مقتدیای خود. در حدیث همیطور امام بخاری رحمت الله علیه باب وضع کرده برای استقبال امام برای مردم، روی بر روی با مقتدیا میشینه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام که وقتی روی دور داد میگه ثم اقبل علینا بوجهه، پیغمبر علیه السلام روی خود طرف ما دور داد. فوعظنا موعظه بلیغه، بر ما نصیحت کرد. خود چی طور نصیحت بود که رسیدنی بود دمی تای قلب. بلیغ میگه کامله، بلیغ میگه که در نهایت میرسه. پیغمبر اینطور وعظ کرد که این دمی ما و شما میگیم دمی کنج قلب ما جای گرفت و رسید. او بسیار کامل وعظ بود. ظرفت منها العیون، چشما پر شد از اشک از این وعظی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد. او چطور نباشه؟ او طور پیغمبر که رؤوف الرحیم است، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم است. او طور پیغمبر سخن بگوید و او طور صحابه پاک دلو با صفا در پیش رویش باشه و گریان نباشه. نصیحت هم از پیغمبر باشه. او می فرماید و وجلت منها القلوب، قلبا از این وعظ بسیار ترسان شد، هیبت در قلبا افتاد. صحابه خیطور نبودن ماوری. صحابه زمانی که سخن در مورد کدام مشکلی که به جامعه امت پیش میشد میشنیدن بسیار وار خطا میشدن. قلبشان وحشت می آمد، هیبت می آمد، می ترسیدن که مبادا ما در این مرض مبتلا نشویم. او ما در مغزش قرار داریم هیچ نمی ترسیم. او می فرماید فقال رجل یا رسول الله، یک شخصی گفت که پیغمبر الله کأن هذه موعظه مودع، تو گویی که وعظ رخصت شونده واری است. یک کسی که از دنیا میره او خیلی دلش سری باقی مانده میسوزه، امو گپایی که خیلی اهمیت داره و خیلی مهم است امو را برش میگه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو بسیار امیطور گپا را بر ما گفتی. پیغمبر رد نمیکنه گپی آدمه. چرا؟ به خاطری که امیطور گپ بوده. از او خاطر پیغمبر علیه الصلاة و السلام میگه فاوسنا، معلوم شد توی طور وعظ کردی که رفتنیستی از ما، حتما بر ما وصیت بکن ما چی کنیم. وقتی اینطور جنجالا پیدا میشه، اینطور حالتا میشه، این خود در بدریسته. تو از ما بری تا که تو موجود باشی، خود اطمینان قلبی ما، رجوع ما، مرجع ما توستی، اما تو میری بر ما وصیت بکن.
فقال پیغمبر علیه السلام 4 وصیت کرده. خب گوشتانو بگیره. اوصیکم بتقوى الله، ما وصیت میکنم شما را به تقوای الله. اول گپ، اول امر. تقوای الله چی را میگه؟ کل مامورات شریعت عملی کردن و از کل منهیات خودداری کردن. پیغمبر علیه السلام الله برش اوتیت الجوامع الکلمه، جوامع الکلمه، برای ما داده شده کلمات جامعه. یک سخن پیغمبر مفهومی خیلی وسیع می داشت. سعی کنی به یک کلمه کل دین توصیه کرد برای ما. بس اوصیکم بتقوى الله. بعد از پیغمبر علیه السلام میگه و السمع و الطاعت، ما شما را وصیت میکنم به تقوای الله و به شنیدن و به طاعت. امیرتان پادشاه مسلمان که سر شما موجود است از او اطاعت بکنی، گپیش بشنوی تا وقتی که مخالف شرع نباشه. این میگه وحدت، نزاع جور نکنی، اختلاف جور نکنی. اول امر تقوا بود، دوم وحدت خود نگاه کردن، سوم بعد از پیغمبر علیه السلام دی میگه و این کان عبدا حبشی، دی حدیث میگه اگرچه او غلام حبشی هم باشه مخالفتش نکنی تا وقتی که مخالف امر الله و رسول نشده. این موضوع را بحث نمیکنیم زیاد. بعد از پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ فانه من یعش منکم، یقینا کسی که زندگی میکنه از شما بعد از ما، بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، زود است که میبینه اختلاف خیلی زیاده. این سوم وصیت پیغمبر علیه السلام است که وصیت میکنه به تمسک به سنت پیغمبر و سنت راه و روش صحابه کرام. از او خاطر میگه فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. لازم است بالای شما راه گرفتن، لازم گرفتن طریقه ما و طریقه خلفای راشدین که هدایت کرده شده هستند. این سوم وصیت است، تمسک به طریقه پیغمبر و طریقه خلفای راشدین. حالی ما میگیم ما حیران هستیم. چرا حیران هستیم؟ پیغمبر گفت شما اگر کسی از پیش شما زنده باقی ماند، زندگی کرد، اختلاف خیلی زیاد میبینه. امروز چقدر اختلافات میبینی و هر کدام میگه ما حق هستم. جماعت های متنوع است، نام های خیلی زیبا زیبا، اهل سنت و الجماعت، فرقه ناجیه. امی مردم هم سری خود نام چی مانده بود؟ فرقه ناجیه. دیگهش فرقه منصوره و دیگهش رقم نامه را میمانه. اختلافات خیلی زیاد است. چی کنیم؟ امروز هم اختلاف است. چی کنیم؟ پیغمبر برای ما وصیت کرده. وصیت پیغمبر عمل بکنی و نمیکنی. اگر خودت تابعدار پیغمبر میگی وصیتش عمل کو. و برات گفت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لازم است بالای شما طریقه ما، طریقه پیغمبر ما کم بگیریم، خام کم بگیریم. بدون طریقه پیغمبر کامیاب نمیشیم. خود طریقه پیغمبر از کجا ما کم میشه؟ چی رقم ما کم گرفته میتونیم؟ بگوی. در خانه ها نشسته باشیم ما کم میشه؟ شما بگوی. اگر در مسجد مولا امامی داشته باشیم که یک حدیث هم بر ما نمیگه، طریقه پیغمبر شناخته میشه و ما کم میشه؟ اگر در خانقاه نشسته هستیم که هر روز سر ما هو گفته رو ایسته، طریقه پیغمبر شناخته میشه؟ اگر در دفتر، اگر در هتل، اگر در کار و روزگار نشسته هستیم، طریقه پیغمبر معلوم میشه؟ طریقه پیغمبر را صحابه کرام رساند، تابعین در تبع تابعین، در وقت تبع تابعین تصنیفات در مورد احادیث پیغمبر شروع شد. امروز تمام تعلیمات و طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین کتابای مشهور امت مدون شده، نوشته شده و به ما رسیده. خب ما و تو در عمر یک کتابی حدیث بر ما بیان نشد. وقتی عوام میگی بخاری، ذهنش میره که چوب دایش سوختانده میشه. او بخاری حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نمیشناسه. ما اینطور جامعه مسلمان داریم، او نام کتابی حدیث نمیشناسه. خیر طریقه پیغمبر از کجا بگیریم؟ شما بگوید. پیغمبر خوب وصیت کرد که علیکم بسنتی، رای مرا ما کم بگیره. رای پیغمبر از کجا ما کم بگیریم؟ چطور تو نمیشناسی فرقه حق و باطله؟ کسی که امام مالک رحمت الله علیه وارد مسجد نبوی نشسته بود و حدیث پیغمبر درس میگفت. احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، امام زهری، عبدالله ابن مبارک، بخاری، مسلم، کسانی که محدثین کرام است، اونو مردم حدیثا و طریقه پیغمبر تشریح کرده.
باید دنبال از بریم خدا بفهمانیم. چطور بفهمانیم؟ در مرکز حدیث خدا برسانیم، امام خدا مجبور کنیم که یک وقت برای ما حدیث بگویه، خامخا بگویه، از طهارت بگویه، از نماز بگویه، از طلاق بگویه، از لعان بگویه، از نکاح بگویه، از سود بگویه، از بیع بگویه. شما باور به الله بکنی ما در معاشره زندگی میکنیم که یک نفر 100 مرتبه زن خود طلاق داده، باز زن است. 10 دفعه زهار کرده، باز زن است. 20 دفعه ایلا کرده، باز زن است. نمیدانه، معلومات نداره، نه در کتاب الله نشسته، نه در سنت رسول الله. تعلیمات پیغمبر از کجا یاد میشه؟ و سنت الخلفاء الراشدین. چه جمله زیباست. جمله زیبا را میفهمی فایدهشه؟ سنت یا طریقی خلفای راشدین خلاف سنت رسول الله است؟ کلا. یک عمل طریقه پیغمبر در زمان پیغمبر خوب واضح نشده، بیرون نبرآمده، امی خلفای راشدین طریقه پیغمبر را ظاهر میکنه، بیرون میبرایه. طریقه از یا خلاف طریقه از وان است. از او خاطر این نمایانگر طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اگرچه در این حدیث دیگه امور است، این در موضوع جنگ است، در موضوع جنگ مخالفت خلفای راشدین نکنه، امور انتظامی را که برابر مکنه نگوی که این پیغمبر نکده، این را مقرر نکده، اینطوری نگوی. بعضی میگن نه، این در مسائل اجتهادی است، کدام مسئله که اجتهاد کرد خلفای راشدین بس دیگه او را شما عمل بکنه. چرا؟ حتما او در طریقه پیغمبر دیده. خو یک فایده از این دیگه هم است. فهم دین راه پیغمبر شناختشه توسط شناخت صحابه، توسط شناخت خلفای راشدین. کسی پیدا نشود آیت قرآن خلاف او مقصدی بگیره که در زمان صحابه او مقصد بیان شده. امروز ما آیت قرآن دیگه معنا بگیرم غلط است. فهم دین به فهم کیست؟ صحابه کرام است. دین از نظر ازوا، از طریقی ازوا بشناسی، از خود راههای را ایجاد نکنی. ما چقدر خوب معیار پیشم براتون گفته بودم، اما جنابایی که شما را دعوت میده که بیایی دین حق است، گروه حق است، بگو سندش بده. پیغمبر کرده یا صحابه کرده؟ بس حاجت به گپی دیگه هم نیست. فقط همین سوال بکنه، بالکل حق و باطل بالکل واضح است که برات پیش کده میتونه یا نه. راستی تانه بگوی که حالی فرقه حق و باطل معلوم است یا نیست؟ چطور معلوم نیست؟ فقط به کدام چیزی که تو را دعوت میده بگو دلیل سند برام بکش. این سوم وصیت بود. چهارم وصیت و ایاکم و محدثات الامور. خودت نگاه کنه چیزایی را از خود پیدا نکنی، بدعت ها را ایجاد نکنی. این چهارم وصیت پیغمبر است. ما را چیزای جدید از خود اختراع نکنی به نام دین. امروز به نام دین اختراع شده یا نه؟ اینطور دین که آل سنت بدعت گشته، بدعت سنت گشته. دعا بعد از نماز به هیئت اجتماعی سنت گشته، کل مساجد میشه. خو اگر تو نکردی با سعی میکنی که مردم تو را از دین خارج میگه یا نه. این چه قسم است؟ یک نفر یک عالم یک سند بکشه که پیغمبر با صحابه امی کار انجام داده باشه. سنت بدعت گشته. بدعت چی گشته بگوی؟ سنت. تو بگو به مردم که در زبان نیت نکو، امو تو قصد کو الله اکبر بگو، تو را از دین خارج میگه. این سنت است. اما در خلاف سنت در زبان گفتن نیت، این سنت گشته. این یک امر نیست. این مثالا یک موضوع را براتون بیان میکنم. بسیار موضوعات است که شما یک دفعه حدیث پیغمبر را بخوانیم، برش گوش بگیره، بعد از او براتون معلوم میشه که الله اکبر ما چی کردیم در عمر خود، چقدر پیروی از سنت رسول الله کردیم. پیغمبر میگه و ایاکم و محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلاله. هر بدعت گمراهی است. از خود ایجاد نکنی راههای دین. وقتی ما زیاد تیر شده، ان شاء الله در جمعه دیگه حدیث باقی مانده را هم براتون میگم که فایده های زیاد داره و علامات فرقه های باطل البته با دلیل پیش میکنیم که بعد از او برای کسی شک باقی نمانه. نگویا که ما فرقه حق و باطل آشنایی ندارم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تدبیر نو فرمان که تزویرش براندازم